از روزی که ابن سبا به تأثیر از تاریخ پیشین خودش شروع کرد به نماینده تراشی، اینها چه ظاهر باشند چه مخفی باشند، خواهش میکنم این موضوع رو به دقت متوجه باشید، چه ظاهر باشند یعنی قدرت ازشون باشه و چه مخفی باشند قدرت ازشون نباشه، همیشه نمایندگانی دارن. چرا مرجع باید نماینده داشته باشه؟ دین نیاز مرجع نداره که. خب این بازی ها رو فهمیدیم، آمدی قدرت رو گرفتید. وقتی قدرت مال خودتونه، سفرا نمایندگانتونن، چرا به این اکتفا نمی کنید؟ برای اینکه سنت سبعی همچنان ادامه داشته باشه. و اینجاست که دولت در سایه به وجود میاد. دولت ظاهری رئیس جمهور داره، وزیر داره، اینا به پشیزی هم نمیارزن. دولت باطنی که مال ولی فقیهه و هر کسی ولایت فقیهو و غیر از این منظر نگاه کنه ولایت فقیهو نفهمیده، وصایت رو نفهمیده، ابن سبا رو نفهمیده، میمون قداه رو نفهمیده، کرامته رو نفهمیده. الان مدعی روشنفکریش بیاد گریه بکنه براشون که اشک تمساح بریزه، برای کرامته ظلم شده. این مطالبی است بسیار دقیق و انسان تا تاریخ مذاهب نتونه اینا رو نمیتونه به خوبی درک کنه، جایگاهشون رو نمیدونه. یعنی خود چه اشکال داره آقا ولی فقیه نماینده داشته باشه؟ شما هیچ موقع سوال کردین از خودتون که چرا ولی فقیه که رهبر کشوره علاوه از سفیر نماینده دیگه داره؟ مگه شاه داشت؟ الان کدام یک از رؤسای جمهور کشورها در غرب و شرق دو تا دولت دارن، دو تا نماینده دارن، یکی سفیرشونه یکی سفیر غیر سفیرشونه.